کمک پس از خشونت ناشی از نفرت. آیا به دلیل تجربه حملات نژاد پرستانه یا یهودی ستیزانه نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟ آیا به خاطر توهین‌های ترنسفوبیک که در مسیر خانه تجربه می‌کنید نیاز به حمایت روحی فوری دارید؟ آیا به دلیل تهیه گزارش از شبکه‌های راستگرا مورد تهدیدهایی قرار می‌گیرید و می‌خواهید خانه خود را ایمن‌تر کنید؟ اگر شما این تجربیات یا موارد مشابه دیگری را در برلین داشته اید، می توانید از صندوق کمک‌های اضطراری برلین برای درخواست حمایت مالی استفاده کنید. شما می توانید تا سقف 1000 یورو برای مواردی مانند مشاوره حقوقی، حمایت روحی، هزینه‌های جابجایی، اقدامات امنیتی، تعمیر اموال آسیب دیده یا دوره‌های آموزشی دفاع شخصی درخواست دهید. صندوق کمک‌های اضطراری برلین از افرادی که تحت تاثیر خشونت ناشی از نفرت قرار گرفته‌اند حمایت می‌کند. خشونت ناشی از نفرت شامل توهین، حمله یا تهدید فردی به شما به دلیل ویژگی‌هایی مانند گرایش جنسی، مذهب، معلولیت یا بیخانمانی است. حتی اگر به دلیل دفاع از حقوق بشر یا حمایت از دموکراسی به شما حمله شده باشد، این نیز به عنوان خشونت ناشی از نفرت در نظر گرفته می شود. ما می توانیم در مورد فرایند درخواست به شما مشاوره دهیم و با هم بررسی کنیم که شما نیاز به چه نوع پشتیبانی دارید. مشاوره می تواند به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری ارائه شود و ما با استفاده از مترجمانی که به زبانهای مختلف تسلط دارند، مشاوره را ارائه می دهیم. مشاوره‌های ما محرمانه، پشتیبانی محور و مبتنی بر همبستگی است و ما به صورت مستقل از قوه قضاییه و پلیس عمل می‌کنیم. ما هیچگاه تجربیات شما را مورد سؤال قرار نمی‌دهیم. ما طرف شما هستیم. صندوق کمک‌های اضطراری از شما حمایت می‌کند.